تشیع به اینه که بیا آخونداش دزدن. این است تشیع از بین میبره. در مقابل 200 میلیون بگی آخوندا بچه هاشون دزدن، خودشون هم دزدن، 30 ساله دزدی شده. چه حکومت تشیعیه که 30 سال دزدی شده، تازه حالا فهمیدن. البته پولا دلارم که میره ترکیه که اونم تکذیب میشه من نمیدونم. به هر حال تشیع را نسبت دزدی میبرد. اینا افترا است، اینا تعذیر دارد. حق نداره آدم به یک کسی معلومی بگه تو دزدی، اونم در مقابل 200 میلیون بیننده، چون اون شب در مناظره 200 میلیون بیننده بوده. مگه کسی حق داره هر حرفی رو بزند؟ بله کلی مانعی نداره، یه عده تو این نظام دزدی کرده، خب بله برید ببینید. اما این افترا، این تعذیر دارد. گویندهش اگه سوگند خورده در مجلس که احترام مردم رو حفظ کنه، حنس قسم کرده. چون میدونید در مجلس یادتون باشد در مقابل قرآن به خدا سوگند میخورن. این هم کفاره داره، هم حنسش معصیت کبیره است. اون دوباره چجور روز از نو روزی از نو از حرومزادگیش دروغ میگه و الا امام زمان رو میگه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.